اما شستن جوهر توی سوزن‌های بسیار مویی داره شماره‌های پایینش خشک میشه و خیلی نگهداریش سخته. اگر هم خراب بشه یا دستمون بخوره مثلا تو شستشو اذیت بشه، بعد مغزشو عوض کنه، کج بشه که تو شماره‌های مثلا 1/10 2/10 خیلی اتفاق میفته و هزینه خیلی خیلی بالایی داره. مثلا توصیه نمی‌کنم ببخشید. حالا به من میگه که راپید دائم که نگید. راپید دائم خیلی قدیمیه ها، خیلی قدیمیه، یعنی مثلا 100 خورده سال شاید هم بیشتر عمر داره، این جزوشه که خیلی استفاده. بعد این ماژیک ها و خودکارایی که حالا تست میکنیم لزوما کارمون رو میندازه، اما حرفه‌ای نیست. چی کار باید بکنیم؟ ما از ابزارهایی به اسم ترلینگ استفاده میکنیم که این ترلینگ ها سالیان سال قدمت دارن. آره، مثل نوک موچین هستن که با یه پیچی کمون